خب این منم، البته نه این شیشه آبجو، کسی که عاشق فیلم و سریال البته گیمه. امروز خیلی بی‌حوصله بودم و تصمیم گرفتم تا یه فیلمی دانلود کنم تا یکم سرگرم بشم. تو اولین مرحله چند تا شمع کوچیک روشن کردم تا محیطی که قرار بود داخلش فیلمو نگاه کنم جذاب‌تر به نظر برسه. هدفون گذاشتم و رفتم سراغ سایتی که ازش قرار بود فیلمو دانلود کنم. یه چرخی تو سایت زدم و در نهایت رسیدم به یه فیلم خفنی به نام وی لیو این تایم، یا همون ما در زمان زندگی می‌کنیم، که متوجه شدم بازیگر اسپایدرمن یا اندرو گارفیلد نقش اصلی این فیلمو بر عهده داره. خیلی ریلکس و با آرامش محو تماشای فیلم شده بودم. از حق نگذریم تا اینجا که فوق‌العاده بود و کلی داشتم با فیلم حال می‌کردم و اتفاقا داشت به جاهای رمانتیک فیلم کشیده می‌شد تا اینکه ساعت 3 شب یه فرد کاملا ناشناس بهم یه کارت دعوت داد که پشت اون کارت شماره عجیبی نوشته شده بود. من با حس بدی که با اون کارت داشتم مجبور شدم تا با اون شماره تماس بگیرم. که زنگ زدیم بار کنده میتونیم امشب تماس بگیره هاشمی که کن